اجازه بده آقا، سیگارتو خاموش کن. سیگارتو خاموش کن. شما حتی احترام کسی که روبروت وایساده رو نگه نمی‌داری. پشت فرمونم داری سیگار میکشی. اینجا هم که من دارم با شما صحبت می‌کنم راجع به تخلف سیگار روشن می‌کنی؟ چرا از کار انداختی ما رو؟ الان من شما رو از کار انداختم؟ اگه برخورد می‌کردی به کسی زندگیشو متوقف می‌کردی، کمر یه خانواده رو میشکستی؟ حواسم بود. داشتم. حواست به چی بود دقیقاً؟ حرکت مارپیچ، خودرو آلفا نزدیک بود برخورد کنه. رو آلفا چیکار داره میکنه؟ داره به هم ریختی. کاری نکردم که. ببخشید کاری کردن دقیقاً چیه؟ ممتد دوبل رو هم نادیده میگیره، سرعت مجاز محور 80 کیلومتر، سرعت این وسیله نقلیه 120 کیلومتر ثبت شد. قطع غیر مجاز داخل تونل. چه کار خطرناکی میکنه این راننده. همکار بعدیمون هم بهشون دستور ایستاد. امیدوارم که بایستن. باز هم توقف نکردن متاسفانه. 100 سال گذشته از روزی که آیین نامه تصویب شده تو ایران. سال 1304 اون سالها یعنی 100 سال پیش برای سرعت قانون وجود داشته. الان راه نره بذاریم ما بریم، به خدا به کارمون برسیم. راه داره بزنم بریم، اون تو مستقیم تو پارکینگ.